ساده گرفته ایم آمدنت را. ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفته ایم آمدنت را و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدنت را. حجت خدا در بین مردم زنده است، موجود است، با مردم زندگی می کند، مردم را می بیند، با اونهاست، دردهای اونها، آلام اونها را حس می کند. انسان ها هم اونهایی که سعادتمند باشند، ظرفیت داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او رو زیارت می کنند. وجود دارد یک انسان واقعی مشخص با نام معین، با پدر و مادر مشخص، در میان مردم است، با آنها زندگی می کند. این خصوصیت عقیده ما شیعیان است. بهترین شیوه ارتباط با امام زمان در این عصر چیه؟ به دفتر امام زمان عمل کردن، اطاعت او کردن، که انه میبینه، که انه نداره یقینا میبینه، که انه نداره یقینا میبینه. این صحبتی بنده میکنم به شما، امام زمان جلوتر از شما میشنود. شما به من صحبت میکنید، امام زمان جلوتر از بنده. عین الله ناظره و اذنه الواعیه. همین دستوراتشون عمل کنیم کافی برای ارتباط؟ دعایی یادی براشون مثلا؟ بالاترین دعا طاعت. یه رنگ باش، یه جور باش. حالا فرض کنید امشب امام زمان بیاد تو مجلس، ما هم بگیم بذار فاطمه، یه عمر داریم بگیم یبن حسن. چرا جوابمونو نمیدین؟ چرا قلبمون نمیگذارین؟ آقا جوابشون جواب جدشونه، اوشون هم مثل امام صادق میفرماد اگه با مایی پس در خونه دشمنان ما چیکار میکنی؟ پس این رفیقا کیان دور خودت جمع کردی؟ پس اینا کیان باشون میری و میای؟ پس این شب نشینی ها دیگه چیه؟ پس اینا چیه تو موبایلت ریختی؟ پس این حرفا و نقلا یعنی چی اگه با مایی؟ این چه عکسی انداختی رو موبایله؟ این چه حرفا و چه نمیدونم چیزایی که ریختی توش برای این و اونم میفرستی؟ اگه با من امام زمان رفیقی، چرا با شراب خور رفاقت میکنی؟ چرا با بی نماز رفاقت میکنی؟ امام زمان ما نمیخوایم تا سن عنوان بصری بفهمیم چه اشتباهی میکنیم. الان میخوایم بفهمیم. به جون مادرت فاطمه خودمونم از خودمون خسته شدیم، به سر بریده حسین خودمونم خسته شدیم. از بس توبه کردیم و توبه شکستیم، خجالت میگیریم. ببخش این تجاهل و تغافل را. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.